چاره‌بینی اگروتکنیکی یا خوابگانی برای خواجگیداران در نگاه داشتن و ذخیره مقدار ضروری نمی خاک، نابود ساختن کسلی و حشرات ضرررسان زراعت، نگاه داشتن سبزیش و گلکنی بر محل درختان در فصل بهار، نگاه داشتن حرارت نسبتاً پست خاک در اطراف ریشه درختان، کم کردن بخارشوی نمی خاک در حالت یکبار گرم آمدن هوا، کم کردن شورناکی زمین و بلند گشتن حاصلناکی و غذاناکی زمین مساعدت می نماید. امروز در مقیاس ولایت بعد تجدید و از نو تشکیل خواجگاهی کلان حجم دهقانی بیش از 70,000 عدد خواجگاهی خرد دهقانی عائلوی و انفرادی با فراگیری زیاده از 360,000 نفر سهامداران زمین و میدانی فعالیت برآمدند که همه آنها صاحب قطعه زمین یا باغ و تاک هستند. از این نقطه نظر هم در هر مرحله کارهای صحرایی بین این خواجگاهی سرشمار دهقانی به میان آوردن متشکل کار مهم ارزیابی می‌گردد. در عکس حال سری وقت شدگار نگردیدن زمین‌های کشاورزی و بین باغات و از خوابگانی بیرون ماندن این قطعه‌ها با وجود موجودیت آب‌های خودجاری وجود دارد. البته امروزها دهقانان پس از اون داشتن حاصل یک زمره کارهای گذراندنشان ضرور است که یکی از همین عامل‌هایی که برای بلند برداشتن حاصلخیزی زمین تأثیری خیلی مثبت می‌رساند این یک خوابگانی به شمار می‌رود. مقصد اساسی یک خوابگانی از آن آب‌هایی که حالا در ما موجود است در سایه‌های خودجاری خواجه بکرغان، اقصی، اسفره، اگر ما همین آب‌ها را به زمین‌ها را شودگار نموده پس از شودگار خط نموده تا بین مسافت خط‌ها تا 70 سانتیمتر شده کار اگر ما یک دو آب مانیم اگر آب باید و چقوری 25-30 سانتیمتر رفته رسیده کار و وقتی که حرارت هوا خیلی پست میشد در همین قبیله که من به شمایان گفتم باید اینکه زمین یخ بسته همه آن حشرات ها همه آن ضررکننده هایی که در زمستان در زیر خاک قبیله خاک عمر بسر میبرند همشان نیست و نابود میشن و این برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها تأثیری مثبت میرساند. همچنین یک خوابگانی به ما امکانات میدهد که وقتی که ما در 25-30 سانتیمتر قبیله خاک آب را ذخیره میکنیم اولی بهار هنگام کشتکار ما میتوانیم زراعت ها را به آبمانی علاوگی برآورده این هم برای بلندشوی حاصلناکی زراعت ها خیلی مساعدت بنماید. من اطمینان کامل دارم که امروزها هر یک کشاورز آن نقشه چاره‌بینی هایی که برای فصل تیر ماه و زمستان گذراندن ضرور عملی نموده برای در سال 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان روی آوردن حاصل بلند تمام چاره ها را میاندیشند. در مقیاس ولایت سوخت زمینی واقعی شرشایی و خوابگانی در حدود شهر و ناحیه‌های اسفره و کانیبادام، باباجان غفور و جبار رسولوف، استرابشن و دوشتیج و 8 و پنجکن وجود دارد. کشاورزان منطقه ذکر شده امکانیت پوره دارند که با استفاده از این منبع‌های آب‌های خودجاری هرچی بیشتر زمین‌های کشاورزی و باغ و تاکزار را شرشایی و خوابگانی کنند تا سال آینده فراوانی زراعتی کش شده و حاصلناکی باغ و تاکزار تامین کرده شود.